این ویدیوهای ASMR رو دیدین که روی تخت برش یه چیزی رو برش میزنن و یه حس خوبی هم به آدم میده. اینا رو چطوری میسازن؟ اول از همه برید توی اپ چت جی پی تی و از منوی سمت چپ و قسمت جی پی تی ها چیزی که میگم رو سرچ کنید. Make ASMR Images. اینجا نتیجه اول رو انتخاب کنید و استارت چت رو بزنید. حالا اون چیزی که میخواید روی تخته برش بدید رو تایپ کنید، مثلا یه ماه آبی. خودش برات یه پرامپت کامل مینویسه و اگه اوکی بود بنویس yes. اینجا ازت میپرسه عکس عمودی میخوای یا افقی. اگه عمودی میخوای بنویس تیک تاک و اگه افقی میخوای بنویس یوتیوب. حالا دیگه عکس آماده است و سیوش کن. وقتشه بریم سراغ سایت کلینگ و توی بخش ویدیو اون بالا دقت بکنید که روی مدل 2:1 باشه و توی تب ایمیج تو ویدیو باشید. حالا عکستون رو آپلود کنید و بیایید پایین و پرامپتی که توی کپشن نوشتم رو اینجا بذارید یا خودتون یه پرامپت بنویسید. میایم پایین‌تر تا مطمئن بشیم که گزینه ساوند افکت حتما روشن باشه. حالا دیگه فقط باید دکمه جنریت رو بزنید. اگه ویدیو